پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. ارتش در حقیقت ارتش خصوصی صدام بود. کار ما فقط آموزش نظامی بود. با دستای خودمون ما اشرف و ساختیم و درست کردیم و حکومتی بودن که در یک کشور حکومت میکردن. اگر ماهیت اینا ماهیتی به اصطلاح مردمی بود، نیازی نبود که برن به دشمن این مملکت پناه ببرن. با شروع جنگ ایران و عراق، سازمان مجاهدین خلق به تصور اینکه سرنوشت جمهوری اسلامی را جنگ ایران و عراق تعیین می‌کند و با توجه به تمایل ابرقدرت‌ها به شکست ایران، رسما و علنا در کنار عراق علیه ایران قرار گرفت. سپس رجوی پس از ورود به بغداد بلافاصله نیروهای نظامی سازمان را که از سال 61 به تدریج در کردستان عراق مستقر شده بودند، به علاوه سایر نیروهای حاضر در ایران، ترکیه، پاکستان و سایر کشورها را فراخواند تا برای آموزش و هماهنگی به آنان ملحق شوند. در آن زمان حسن عزیزی مسئول خارج کردن نیروهای سازمان از مرز ایران بود. او در سال 56 درست یک سال قبل از پیروزی انقلاب در زندان با سازمان آشنا شده بود. با فراخوان رجوی او نیز به همراه همسر باردار و 2 فرزندش از طریق مرز کردستان خود را به عراق می‌رسانند. من اون موقع 2 بچه داشتم که سومیشم در شرف خارج شدن از ایران بود که خدا به ما داد. روزی که من می‌خواستم خارج بشم، دستور تشکیلات بود به من که به هیچ بچه من بجون نباید به هیچ کس بگی که کجا میری و در ضمن شما را شناسایی کردن. این دستور تشکیلات بود. اگر بلا فاصله خارج نشی از کشور اعدام خواهی شد. منم خب خانواده رو برداشتم بدون اینکه اجازه بدم همسرم با پدرش مادرش خداحافظی کنه. نه خودم تونستم خداحافظی کنم نه خانواده‌ام. اون زمان در واقع کردهایی که مخالف نظام بودن در واقع یه مناطقی رو به عنوان مناطق آزاد شده در اختیار داشتن. بخشی از روستاهای سنندج بود، سردش بود، اینجور مناطق که من خودم رو رسوندم اونجاها. 2 نفر بچه ها رو هم بردم، از زندان فرار کرده بودن. اون زمان خب شرایط خیلی بحرانی بود. اینا رو رسوندم به سازمان، تونستم ارتباطمو برقرار کنم. تمام دار و ندارم و مثلا من یه قشر خیلی پایین جامعه بودم، یه تعمیرکار بودم، چیز خاصی نبودم توی جامعه، ولی به اندازه‌ای که بتونم زندگیمو بگذرونم از قبیل مسکن و ماشین و مثلا محل کسب و اینا رو داشتم. جامعه میخواد درست بشه، سازمانی اومده نجات دهنده بشریته. با این دیدگاه تمام دار و ندارم رو فروختم، آوردم مثلا به صورت طلا برای دختر کوچولوی 4 ساله، نمیدونم برای بچه، همراه همسرم، همراه خودم، همه رو برداشتیم بردیم 2 دستی تقدیم کردیم به این سازمان.
سازمان پس از ورود به عراق راهی استان دیاله عراق شدند و در زمینی اهدایی از سران حزب بعث اردوگاهی را بنا کردند و به یاد اشرف ربیعی همسر اول رجوی آنجا را پادگان اشرف نامیدند. حزب بعث و خود رئیس جمهور وقت عراق صدام حسین بیشترین امکانات و از جمله 11 قرارگاه را از جنوب تا شمال عراق و حتی در بغداد چندین قرارگاه و چندین هتل رو در اختیار سازمان گذاشته. اما مقر اصلی سازمان منافقین در یک منطقه‌ای بود به اسم اشرف در بین شهر خالص و شهر العظیم که این منطقه تا خود بغداد حدوداً 1.5 ساعت فاصله داره. قبلا یه پادگان عراقی بوده با خوشخدمتیایی که رجوی برای صدام کرد امکانات و الزامات خیلی زیادی در اختیار این قرارگاه قرار داد. اگه بخوایم تا قبل از زمان سقوط صدام و اشرف رو تشریح کنیم، یک پادگان وسیعی بود که حتی در 10 کیلومتری اطراف خود قرارگاه کسی به صورت پیاده یا سواره چه نظامی چه شخصی از عراقی‌ها جرئت نمی‌کردن تو اون محدوده تردد داشته باشن. پادگان خالص اسم اصلیشه. پادگان خالص هم زندان سابق ارتش عراق بوده. زمانی که سازمان آمد تو عراق از نیروهاش از کردستان و به صورت چریکی و گردانی جمع کرد، همه را متمرکز کرد. این منطقه را انتخاب کرد اینم به دلیل اینکه منطقه بود حائل بین منطقه دولت مرکزی و منطقه کردی. یعنی به لحاظ نظامی انقدر اینا گسترده بودن، حتی تو شهر مختلف بغداد هم اینا پایگاه مختلفی رو داشتن، در جنوب، در شمال، در داخل خود بغداد که اشرف پایگاه اصلی سازمان منافقین محسوب میشه. در یه بیابان لمیزرز که نزدیکترین روستا به اونجا شاید حدود 15-20 کیلومتر فاصله داره، ولی در فاصله 35 کیلومتری اون یک فرودگاه متروکه واقع است. فرودگاه جنگی متروکه بوده قبلا و بعد از اون دیگه به یه سری کوه‌ها برخورد می‌کنیم. همزمانی که این قرارگاه داشت ساخته می‌شد گسترش پیدا کرد، طوری که بعدها ما خودمان شاهدش بودیم معروف شد به اشرف بزرگ، اشرف کوچیک، که نزدیک 65-70 کیلومتر مربع فقط وسعت اشرف شد. منافع مشترکی داشت برای صدام و رجوی که اونجا را انتخاب کرده بوده، چون اونجا حد فاصلی بود بین منطقه کردی و بین منطقه دولت مرکزی که سازمان با نیروهاش افتاده بود او وسط که حائلی باشه بین منطقه کردی و منطقه دولت مرکزی. سال 65 بود که دیگه برای راه اندازی اشرف خود من که تو نیروی پشتیبانی بودم اعزام شدم. در واقع میتونم بگم اون درختای کوچولوش بگیریم تا اون آخر رو با دستای خودمون ما اشرف رو ساختیم و درست کردیم و اشرف کنونی شد. سازمان در اینجا تونست با امکانات وسیعی که در ابتدای جنگ از طریق کشورهای عربی براش رسیده بود، کارخانه‌های برق برقرار کنه، کارخانه‌های آب برقرار کنه، بیمارستان برقرار کنه. تمام اینا با امکاناتی بود که دولت عراق داد و دولت عراق هم در ازای این امکانات بیشترین بهره سیاسی و جنگی رو از سازمان منافقین کرد. در جریان دفاع مقدس سازمان با شیوه‌های گوناگون در صدد ضربه زدن به نظام مقدس اسلام بودند. میتوان به همکاری در عملیات‌های نظامی عراق اشاره کرد، از جمله لو دادن مختصات جغرافیایی تأسیسات نظامی و غیر نظامی به گردان‌های موشک‌انداز بعثی با کمک عناصر سازمان که در داخل خاک ایران حضور داشتند. خمپاره هایی که صدام حسین تو سر این مردم من میبارید در واقع گراش سازمان میداد. من بدونی که خودم بفهمم میگفت بیا با خانواده تماس بگیر، حالشونو بپرس، ببین چی شده چی نشده. من میمدم به خانوادم زنگ میزدم. من نوعی منظورمه. خب به عنوانی که سالهاست خانوادم صدایی ازشون نشنیدم، گفتم این صداشونو بشنوم. موقعی که حالشون میپرسم حالتون چطوره؟ دیشب یه خمپاره خورد اینجا، حالم چطوری میخواد باشه؟
کرد مثلا فلان منطقه. سازمان به خوبی می‌دانست که خدمت به رژیم عراق در جنگ علیه ایران بهانه اخذ امکانات از صدام است. این در حالی بود که یکی از وظایف اصلی سازمان در مناطق همجوار با ایران تخلیه تلفنی، شنود و جمع‌آوری اطلاعات جنگ بود. تسلط اعضای سازمان به زبان فارسی و دیگر گویش‌های اقوام ایرانی باعث شد که استخبارات عراق از سازمان مجاهدین بیشتر برای جاسوسی استفاده کنند. همین امر موجب گردید تا سازمان به ستون پنجم معروف گردد. در آن زمان صمد نظری که یکی از اعضای سازمان بود در بسیاری از عملیات سازمان شرکت کرده بود و توانسته بود مورد تایید سازمان استخبارات عراق قرار بگیرد. ستاد اطلاعات قسمت اصلیش گردان‌های شناسایی تو نهایتش و سیستم شنودش بود. ما اگه بخوام به صورت عمومی بگیم که چارتش به چه صورت بود، بخش سمت راستش ستاد گردان‌های شناسایی بودن یا گورهان‌های شناسایی بود در زیر لوای گردان. یه گورهان به اصطلاح صامت بود، یعنی شنود بود و به قول اینا هر کدوم خودشون زیر مجموعه خاصی داشتن. مثلا شنود راه دور داشت، شنود مرزی داشت و گردان شناسایی هم دسته های شناسایی داشت و دسته های دیدبانی و تیم های پشتیبانی که داشتن. یه چیزایی داشتن به نام صامت که با هماهنگی با نیروهای عراق تو مناطق مختلف مرزی اینا دایر میشد. این شنودا با استفاده از یک سری بیسیم ها ارتباطات بیسیمی و باسیمی ایران رو ضبط میکردن یا شنود میکردن و اونها رو بر اساس کدهای که میتونستن پیاده بکنن اونها رو پیاده میکردن و این اطلاعات رو در اختیار ارتش عراق قرار میدادن. یه بخش دیگه بود به نام ستاد داخله که اون هم بنا به گفته مسئولین سازمان افرادی بودن که به اصطلاح نفوذی سازمان و آرشیوهای اطلاعات سازمان بود. همه اینا رو سازمان در اختیار گرفته بود تا بتونه در راستای همکاری با ارتش عراق و شکست نظام جمهوری اسلامی در جنگ در خدمت دولت عراق باشه. حتی نیروهای استخبارات تو خیلی جاها نیروهای استخبارات یعنی نیروهای اطلاعاتی کشور تو خیلی جاها از سازمان می اومدن اجازه می گرفتن برای خیلی کاراشون. یعنی این سازمان اینقدر خودش، یعنی صدام و سازمان اینقدر رابطه تنگاتنگی با هم داشتن که خیلی مسائل رو سازمان برای اون قسمت استخبارات می برید. حتی میتونم بگم که صدام نیروهای سازمان رو بیشتر از استخبارات خودش هم قبول داشت و بیشتر از نیروهای استخبارات به خود مسعود رجوی اطمینان داشت. مثلا من خودم میدیدم چند بار مثلا نیروهای سازمان تا نزدیک کاخ صدام که هیچ کس اجازه به ورود به اون منطقه نداشت میرفتن که حتی نیروهای استخبارات اجازه ورود به اونجا نداشتن. از حضور در سنگرهای ایرانی بگید تا دیدبانی‌های مستمر روزانه و شبانه و اسیر گرفتن. در فکه ما اسیر گرفتیم تا بتونیم اطلاعاتش کسب بکنیم و کسب و گرفتن اطلاعات مقرهای تسخیر شده، شنودهایی که سازمان در قرارگاه اشرف توسط بیسیم‌های راه دور انجام میداد که بیشتر روی بیسیم‌های ادارات و ارگان‌های آستانهای مرزی که در رابطه با جنگ فعال بودن کار میکردن، با بیسیم‌های VRC و بیسیم‌های دیگه‌ای که دولت عراق در اختیارشون میذاشت یا از کشورهای اروپایی تهیه میکردن
روی بیسیم‌های ارگان‌ها و به اصطلاح نهادهای جمهوری اسلامی کار می‌کردن تا اطلاعات لازمه در رابطه جنگ بگیرن. بخش دیگه از این کسب اطلاعات از طریق تخلیه‌های تلفنی بوده که تو اون مقطع ستادی بوده که در این راستا کار میکرد. باز هم در ارتباط با همین ستاد اطلاعات بود که عناصری بودن که از عراق یا کشورهای اروپایی تماس میگرفتن با مسئولین و ارگانها و ادارات و حتی با نظامیان در جبهه که بتونن شرایط وضعیت اون جبهه رو تعیین بکنن که الان در چه حالتی، آیا در حالت پدافندی، در حالت آفندی، یا اینکه در چه شرایطی هستن، نیازی که نسبت به اون منطقه داشتن. در یکی از اسناد به دست آمده از آرشیو مجاهدین خلق به مکالمه ضبط شده بر روی نواری برمیخوریم که در آن یکی از اعضای سازمان سعی در تخلیه اطلاعاتی شهید لاجوردی توسط مکالمه تلفنی دارد که خوشبختانه با درایت این شهید بزرگوار مواجه می شود. عزیزم اون که شما بخونی مجبور میشدن که شما میخواه من تخلیه کنیم آقای میر محمدی ها من که آقای میر محمدی رو میشوشم شما که میخواه من تخلیه کنیم اصلا نداره شما خطی که دور اساس بسرم من نصیحت رو میدم من نصیحت میکنم خیلی تراش نکنیم دنبال این کارا نباشیم ارباب شما شوروی رو اون وقت برونن آقا مسعود رو اون وقت برونن خیلی نمیخواد دنبال کنیم کاری که شما میرین انصافا راه بسیار اشتباهیه نهایتا اون دنیاش که مسلما معلومه کجاییم این دنیا هم که خود دیدیم دیگه شوروی رو کجا رسید آمریکا تیم اومدش نادید و میبازید و نمیدونم همه حیثیت شرکت سازمانتون هم در این رابطه گذاشتیم ببین من فکر کنم تو خیلی بی‌شرف‌تر از این حرفایی آقا نداره من که حرف کردم شما بکنید به شخصیتی هست من اگه شما 50 سال ما حرف بزنی ها من که حرف کردم تا مسئول ببین من از اون اول که دارم با شما صحبت میکنم اگه 300 سالم شما فوش بدید من چون کمبودی ندارم و نیازی هم ندارم شخصیتم عوض نمیشه شما یه اول که باید صحبت میکنید چقدر محترم هم صحبت کردید حالا این خوف از یه انسانه که چرا فاصله یه موقعیتش عوض میشه شخصیتش عوض میشه این دوگانی که در شخصیت شما حکایت خیلی مسائل میکنه ها شما میتونید من که الان شما رو نمیدونید من که شما رو نمیدونم شما رو نشون میده چون وقتی اینطوری صحبت میکنی عیبی نداره نه بی‌شخصیتی ما نیست اتفاقا اوج و هوشیاری ماه عیبی نداره شما الحمدلله تاریخی نتونید این کارو بکنید اما من خدمتتون عرض میکنم دلم میخواست که اونجا میدیدیم که چه ملفر مناسبی چه ملفر راجعی میگفتن چقدر از نظام تاریخ دارم و چه مقدار نعل و لعن و نسون به شما فرستادم خوب بود میدیدیم و به نظر من بحث دیگه خیلی تلاش نکنید. من یادم یک بار به عنوان فرمانده دسته دیدبان در منطقه عملیاتی فکه بودیم درست تو نقطه مرزی یعنی توی جبهه عراق مقر فرمانده گردان بهترین دیدبانی رو روی تپه به نام تپه قرقی در اختیار ما گذاشته بودن. یه سنگر خیلی بزرگی بود که جدا از دیدبانی که انجام میشد یه تیم صامت هم تحت مسئولیت من فردی به نام آقای شیبیاری که بچه تهران بود الان هم توی خود قرارگاه اشرف. من یادم ساعت 12:30 شب صدام زد به شعاع 7 تا 8 کیلومتری همین منطقه ارتش ایران قصد حمله داره که نوارهایی که ضبط کرده بود از طریق صامت از طریق پیارسی هایی که بیسیمای پیارسی که ما در اختیار داشتیم و اینا مستمراً گوش میکردن روی طول موجهای ارتش ایران متوجه شد که توی به شعاع 8 کیلومتری این منطقه یک یگان در زیر نیروهای عراقی زیر سنگرهای عراقی در نزدیکترین فاصله به صورت خیلی آروم داره با فرمانده بالاتر صحبت میکنه
که ما در نقطه خودمون مستقر شدیم، چون از طرف مسئولین سازمان این توجیه شده بودیم اگر چنانچه فکر میکنید در جبهه در شب تهدیدی توسط ارتش ایران یا سپاه هست که خیلی مسئله جدی باشه، قبل از اینکه با ما اطلاع بدیم، به خود نیروهای عراقی اطلاع بدیم، ما مجبور شدیم توسط مترجم بریم توی ستاد گردانشون به فرماندهیشون بگیم. ما اومدیم جبهه، دیدیم فرمانده قبل از اینکه ما با سنگرش اومد جلو، اومد با من روبوسی کرد و خیلی منور گفت اونجا نیروهای ایرانی یک گورهان از شب قبل اومده بود، زیر نیروهای ما رو مستقر شده بود و دور زده بود و همون ارتباطی که شما میگفتین با ما حدوداً 7.5 کیلومتر فاصله بود و همین آماده باشی که ما داده بودیم متوجه داستانشون، ولی اونا قبل از اینکه ما اقدام بکنیم یک گروه، 2 تا گورهان ما رو کندن و بردن اسیر کردن. ولی خدا پدرتون بیامرزه که این اطلاعات در اختیار ما گذاشتین تا ما بتونیم خودمون جمع جور بکنیم و بتونیم پاتک بکنیم. پس از 1 سال سرکرده سازمان مجاهدین که عملاً در کنار صدام درگیر جنگ ایران بود، طی پیامی در 30 خرداد 1366 تأسیس ارتش آزادی بخش ملی را اعلام کرد و آن را ادامه همان شورش مسلحانه 30 خرداد 1360 معرفی کرد. هرچه آموزش اولیه را شروع کردن اینا خیلی جالب بود برای من، زمانی که من خودم جمله نظامی بودم توی رژه، توی چیز مسائل مثل عقب گرد و همین آموزش نظامی. خب بالطبع ما خودمون سلامت بودیم. نقطه جالب برای من اینجا بود که این کتاب آموزش ورزشکار نشد ارتش جمهوری اسلامی ایران، از روی اون میخوند بعد به ما قدم آهسته و به چپ چپ و به راست. خیلی من با مطلق گفتم گفتم آقا شما دارین آموزش ما خودمون نظامی بودیم بلدیم این چیزا رو. که یارو بهش یه خورده برخورد این حرف من. گفت نه ما آموزش نظامی میدیم. این خواست ما گفتم خب روی کتابش نوشته، جلدش نوشته ارتش جمهوری اسلامی ایران و واقعا هم همینجوری بود. یعنی من به چشم دیدم که این حرفو زدم. ابتداش یه سری آموزش‌ها از آموزش‌های مثل ارتش ساده که می‌ذارن نظام جمع از اینا، بعد کم کم به جلوتر که می‌رفتیم آموزش‌های به سلاحو از کلت بگی تا کلاشو سلاح بالاتر دیگه. تو مرحله اول یه سری سلاحی بیکیسی یا سلاحی که میتونست جمعی‌تر عمل بکنه در اختیار ما گذاشته بودن، ولی به مرور به پیشنهاد خود عراقی‌ها یا به درخواست مسئولین ما سلاح‌های دیگه، ادوات دیگه از جمله دوربین شب، دوربین‌های مختلف دستی روز و شب، دوربین‌های بزرگ دیدبانی که مختص دیدبانی‌های ارتش هست که حتی من یادم افسران عراقی وقتی با مترجمان ما با ما صحبت می‌کردن، از طریق مترجم میگفتن این امکاناتی که ما در اختیار شما میذاریم بعضا نیازهای گروهان‌ها و درخواست‌های فرماندهان گروهان ما در بعضی جبهه‌هاست. ما هم که رفته بودیم خودمون مثلا در همون ابتدا تناقض توی این رابطه ها رو خوب حس می‌کردیم. این تناقض که مثلا فرض کن دولت عراقی که سالهای سال با ایران در حال جنگ بوده، ماهایی که فرض کن از یک جای دیگه اومده بودیم وارد شده بودیم، به هر حال دشمن بودیم، دشمنش بودیم، درگیر بودیم، چه رابطه بین این دوتا وجود داره که اینقدر باز گذاشته دست سازمانو که هر نوع تسلیحاتی رو که میخواد در اختیارش میذاشت. صبح تا شب فقط کارم آموزش بود، از کلاش گرفته. اون موقع من یادم میاد رستم پیاده مکانیزه بود با نفربر بی ام پی که صبح تا شب آموزش‌های پیاده رو میدیدم، مثلا از کلاش، دوشکا، بیکیسی، خم پاره شست، نفربر. کارمون فقط میگم کار یکمون شده بود اونجا آموزش. هرچی جلوتر میمد سازمان هی تسلیحاتش بیشتر و بزرگتر میشد. مثلا اون موقع تانک در اختیار نداشت سازمان، نفربرهای بی ام پی داشت، NTLV داشت، نفربرهای BTR بود و سلاحهای جمعی مثلا فرض کن دوشکا داشت و از جمله سلاحهای پایین‌ترش. 7 صبح آموزش شروع میشد، ظهر 1-2 ساعت استراحت، دوباره تا ساعت 8 شب ما آموزش میدیدیم. یعنی ذهنمون کشش نداشت، ولی میگفتن چون عملیات سرنگونی در راهه باید آماده بشیم. به محضی که یه مقدار جلوتر رفت و عملیات‌هایی رو شروع کرد، بلافاصله در قرارگاه اشرف باز شد و تانک وارد شد.
ارتش آزادی بخش در واقع بخش بسیار کوچکی از همان ارتش عراق را تشکیل میداد. سربازانی که برخلاف نیروهای صدام به زبان فارسی صحبت می‌کردند، ولی در واقع کنار ارتش عراق علیه کشور سابق خود می‌جنگیدند. الان ما در حال گذراندن یک سری آموزش‌های ویژه در سطح بالایی هستیم. عبور از میدان مین و شناخت مواد منفجره و نیز آموزش‌های تکمیلی دیگه‌ای که کلیه رزمندگان در حال اتمام این آموزش‌ها هستیم. در بهترین شرایط که شما فکرش نمی‌کنید و ما جای دیگه نداریم، سطح آموزش بسیار بالایی به لحاظ فنی در اونجا حکم‌فرما بود. تانک‌های بریده شده از وسط که نشون میداد که یک تخصصی پشت این خوابیده. که توی بچه‌ها صحبت بود، بچه‌ای که خب شما مثلا به عنوان راحت نمیتونستی بپرسی که مثلا این چجوریه، ولی محفلایی که 2-3 نفره بچه‌ای که مثلا با هم تیپ بودیم و هم کلام حرف می‌زدیم، مشخص بود که میگفت بابا اینا از روسیه آوردن، اینا رفتن یه سری دوره دیدن اونجا، این امکانات مشابه امکانات که یعنی همین سوله میگفتن در روسیه هم هست. ارتش آزادی بخش در اصل خودش معنی داره که خب ما در اون موقع این علم و این شناخت نداشتیم. از ارتش آزادی بخش باید بره در کشور خودش مستقر بشه، در یه گوشه مستقر شروع کنه به جنگیدن تا حکومت حاکم رو سرنگون کنه. ولی ما اومدیم چیکار کردیم؟ رفتیم توی کشور بیگانه که با ما در حال جنگ بوده رفتیم مستقر شدیم. خب این پس ارتش آزادی بخش نمیتونه باشه، این یک نوکره، یه وابستگیه. نیروهای عراقی با ما هیچ فرقی نداشتیم، تازه از ما امر ما بودن، یعنی دستور میگرفتن، کاملا مطیع بودن. این نشون میداد که یک پیوندی، یک قراردادی، حالا یه حس خیلی نزدیکی مثل هم هست که اگه این بیفته منم افتادم. چطور میشه یک دولتی که مثلا فرض کن دولت عراق با این قدرت یک سازمان گروهی به این کوچیکی اینقدر مثلا به این باج میده؟ طوری شده بود که مثلا به راحتی اینا توی شهر عراق، در تمام نقاط شهر عراق میتونستن تردد کنن، حتی با تسلیحات تردد کنن که این خیلی عجیب میومد برای ماها. نفرات ارتش آزادی بخش که به سربازان مسعود و مریم مشهور بودند هیچگاه از 2000 نفر تجاوز نکردند و تمامی عملیات‌های خود از دیدبان و توپخانه ارتش عراق بهره می‌گرفتند. حتی محل حمله را نیز از سازمان استخبارات دریافت می‌کردند. مسعود رجوی معتقد بود سرنوشت او و گروهش وابسته به جنگ و حمایت رژیم بعث می باشد. از این رو وی تمام توانش را برای خدمت به صدام خرج می کرد. واقعیت این بود که رجوی مزدور صدام بود. اون تحت پوشش که من یک استراتژی جدیدی ابداع کردم به نام جنگ نوین آزادی بخش در کنار صدام و به عنوان یک بخشی از نیروی نظامی صدام به جنگ علیه نیروهای ایرانی پرداخت. چه در رابطه با نیروهای خودش و چه در رابطه با نیروهای که ضد خودش بودن، فقط مد نظر سازمان از بین بردن بوده، نفی بوده. تقریبا مثل همون تفنگدارای آمریکایی یا آموزشایی که میدن میگن آقا بکش، فقط به فکر کشتن باش تا بتونی زنده بمونی. تقریبا همچین دستگاهی رو تو ما القا میکردن. اصلا مهم نبود طرف اصلا چه کاره هست، فقط باید بکشی برای سازمان و برای اون چیزی که آرمانی که بهش معتقدی. این تیکه ها و گوشه هایی از همکاری ارتش سازمان بود با ارتش عراق که ما خودمون شاهد داستان بودیم. من میخوام بهتون بگم که ماها بچه‌ای نبودیم برای این سازمان کم گذاشته باشیم، خیلی مایه گذاشتیم، ولی دست یه گرگی افتادیم که
به هیچ چیز پایبند نیست. خوش به تو نمی کنم میهن خلق بود چکم، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره عذاب هزار بار رد شدم، به پای سیل دشمنان چه بارها که سد شدم. اگر گذشته مرا به باغ فیل رگ زدن، از پس اتحاد من هنوز بر نیامدن. وجب وجب خاک تو را به چشم سرمه می کشم، به سوگواره غمت ببین